عزیزم حال کردی؟ بهت گفته بودم میارمت معسل، یکی از بهترین آژانس‌های این کشور، کیف کنی. حالا خودت دوست داری کجا بری؟ عزیزم من دوست دارم برم شاخ آفریقا. چی؟ کجا؟ شاخ آفریقا. شاخ آفریقا؟ عزیزم از همه جا ما معسل این همه زحمت کشیدم بعد بلند شدم برم رو شاخ آفریقا. این همه توره. حالا میشه توراتون رو معرفی کنی؟ الان میگن بهت کلی تور خوب. بله هستیم در خدمتتون. میتونیم بریم مشهد 2990. مشهد من سفر داخلی نمیرم. داخلی دوست ندارم. خب وام برید 4800. وان که تو خونه داریم. نه عزیزم این وان اون وان است. نه بعدی. استانبول چطوره؟ 16800. استانبول شلوغه. نه شلوغه. آنتالیا تشریف ببرید 25 تومن. خوبه دیگه. آنتالیا همش باید تو هتل باشیم. نه چرا بعدی. تو هتل باشیم میریم بیرون؟ خب بعدی از ترکیه میتونید برید دبی 29 تومن. دبی هوا گرمه. تایلند چطوره؟ 48 تومن. تایلند رو میخوای یه کار کنم؟ خودم برم تایلند یه خبری بگیرم ببینم چه جوری بعد شما بیاد. ساکت. میتونید بریم مالزی سنگاپور 72 تومن. آره هم خرید میکنم هم کلی عکس میگیرم. چطوره؟ خرید میکنی یا عکس میگیری؟ 72 تومن. بله. اصلا گرون تره. همین اوکیه. همه اوکیه. دارم کم کم پشیمون میشم. از چی؟ از اینکه از چی پشیمون میشم؟ از خودم، از زندگی.